همه جواب ما زندگی میکردیم. سعدالله رحیمов دکتر علم‌های فلسفه، کاتب اتفاق سینماگران تاجیکستان و فرهنگشناسی شناخته است. او را در تاجیکستان و بیرون از آن نیز خوب می‌شناسند. همچون محقق و تاریخ‌نگار سینمای تاجیک، سعدالله رحیمов عضو فیپرس سازمان جهانی منقدان سینما میباشد. در برابر فعالیتش که پرسمت و سرساحه است، سعدالله رحیمov همچنین در کوچه امید شهری دوشنبه خانه 612 را می‌کوبد. این خانه است که محقق شناخته سینمای تاجیک ایام کودکی‌اش را گذرانیده است. فیلم مستندی که در محفل ادبی بخشیده به فعالیت سعدالله رحیمov در خانه کینوی اتفاق سینماگران تاجیکستان نمایش داده شد، از همین پهلوی حیاتی او قصه می‌کرد. در فیلم برادری عزیزی من کوچه امید 612 رو میکوبند و من به برادرم همون لحظه گفتنی بودم که برادری عزیز، اکاجانی عزیزم، کوچه امید 612 در قلب ماست و در تخیلات ما مانده است. اکنون اون کوچه 612 کودکی ماست و آن رو برگرداندن خیلی دشوار است و تنها در قلب ما باقی میماند. همین رو من برادرم بعد از فیلم گفتنی بودم. فیلم خیلی برایم تاثیر بخش بود. می‌ندارم از تهیه‌گران، کارمندان همین فیلم. در چرابینی فرهنگی اگرچه سعدالله رحیمov با سبب ناخوب بودن وضع سلامتی‌اش شرکت نداشت، ولی شماره زیادی همکسبان و نزدیکان و کارمندان ساحه سینما و تئاتر تاجیک و شاگردانش اشتراک نمودند. طور ذکر شد سعدالله رحیمov از جمله شخصیت‌هایی است که در رشد ساحه‌های گوناگون فرهنگ و هنر تاجیک سهم بارز دارد. فعالیت ایجادی‌اش سر از تحقیق روندهای زیباشناسی ملت تاجیک در گذشته و در زمان معاصر تا نظریه، تاریخ و نقد هنر را در بر می‌گیرد. سهم سعدالله رحیمov در رشد و تحقیق سینمای ملی از جمله سینمای نیمه دوم عصر 20، آغاز عصر 21 و هنر سینمای معاصر خیلی زیاد است. ایشون نه تنها به صفت محقق در تحقیق روندهای هنری اثرهای زیادی آفریدند، بلکه همچون منقد کینو نیز در روندهای معاصر آن خیلی تأثیری خوب گذاشتند. امروز همه آن حادثه ها و واقعه های فرح بخش که در سینمای تاجیک ما میگذارند، از پیدا شدن چهره های نو در سینما، روندهای نو تا فستیوال های سینما، بزم های بین المللی، در آنها سهم استاد سعدالله رحیمov خیلی زیاد می باشد. وقتی که ما همچون هنرمند وقتی دعوت میکنیم و آقای سعدالله اگر به نمایش بیاین، یعنی همچون یک منقد رو قبول میکنیم، همچون یک دوست نه. و بعد از نمایش، اگر نخست نمایش باشد، بعد از نمایش البته پرسان میشویم و فکر و عقیدهشان همیشه در مغزمان جا میکنیم و عمر دراز پربرکت خواهانم، ایجادیاتشان از این هم بالاتر و بالاتر باشد. یعنی با نوشته های خود، با ارادهای میگرفته خود باید کاری کنند که جامعه امروزه ما پیش روند، همیشه سربلند و خانه آباد باشند. طور گفته شد فعالیت ایجادی سعدالله رحیمov گوناگون پهلو است. او هم در کینوستودیوی تاجیک فیلم فعالیت کرده است و هم در اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان. در برابر این امروزها سعدالله رحیمov در مؤسسه‌های عالی تعلیمی به شاگردان درباره فرهنگ و صنعت درس میگوید. یعنی نوبسته از کمی ناخوب بودن سلامتی‌اش کوشش میکند که در رشد فرهنگ و صنعت تاجیک کار کند و سهم خویش را در رشد جامعه گذارد. وارد میشیم به کوچه امید. از روی گفتی اون موقع